пайвандони Абдумалик Саломов, ҷарроҳи қалб ки бо гумони иртибот бо гурӯҳи мамнӯи Салафия 2 моҳ боз дар боздошт қарор дорад, бо ирсоли номае ба унвони раисҷумҳур аз ӯ хостанд барои таҳқиқи одилонаи қазияи пизишк аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ мусоидат кунад. Абдумалик Саломови 41 сола як ҷарроҳи маркази ҷарроҳии дилу шарёни вилояти Суғд аст ки моҳи августи соли ҷорӣ бо гумони ҳамнишинӣ бо аъзои гурӯҳи ифротӣ ва ширкат дар як маҳфили палави салафиҳо боздошт шуд. нисбати ӯ мутобиқи банди 307 кодекси ҷиноии Тоҷикистон бо айби иштирок дар фаъолияти равияи мамнӯи Салафия парванда боз шудааст. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. تفتیش پرونده را مقامات کمیته امنیتی سوخت پیش میبرند. بختیار واحدوف، یکی از وکیلان دفاع سلاموف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها باور ندارند که مقامات سلاموف را بر اساس دلیل‌های ردناپذیر و از روی قانون دستگیر کردند. وی گفت مهم است که قضیه این دکتر درست و عادلانه تحقیق شود. واحدوف از نام خانواده سلاموف گفت همین حالتی ناگواری که برادرشان افتادند شبهه دارند، فکر دارند که نادرست همین حالت دیده برآمده شده است. همین حالت با برادرشان دچار نگشته. در برابر این قید کردند که نوبسته از این بهایی حقوقی از جانب مقامات تفتیشات برنده داده شود افتادند. در همین حال زرینه خان سلاموف و همسری عبدالملک سلاموف که در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند به حیث دکتری امراض زنانه کار میکند میگوید چند روز قبل با شوهرش دیدار داشت. او گفته است که امید دارد پروندهش منصفانه بررسی می شود. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. با آنکه سلاموف از 19 آگوست در بازداشت به سر میبرد، تا حال مقامات این قضیه را شرح نمیدهند. ولی منابع نزدیک به تفتیش این قضیه که از افشای نام خود خودداری میکنند به رادیوی آزادی گفتند عبدالملک سلاموف با گروه ارتباط داشت که به پیروی از رویه ممنوی سلفیه گمونبر دانسته می شود و در محفل های پلوی آنها شرکت می کرد. ولی این منابع نگفتند که ارتباط و همنشینی او با گمونبران عضویت در سلفیه چی پیامدی داشته و آیا او تنها بازداشت شده است یا در گروه با دیگر گمونبران. همچنین معلوم نیست که سلاموف مشخصاً برای کدام ارتباطش با این گروه عیبدار دانسته می شود.